در شهر دوشنبه ملاقاتی غیررسمی رهبران نهادهای مبارزه با قاچاق مواد مخدر کشورهای آسیای مرکزی و آمریکا و روسیه و ایران و ترکیه برگزار شد. نمایندگان سازمان ملل هم در این همایش حضور داشتند و گفتند که مبارزه با کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان تنها کار این کشور نیست و باید همه جامعه بین الملل در آن سهم گذارد. Я не верю в сценарий, пока, поскольку у меня нет эмпирических доказательств, что после 2014 года будет какой-то обрыв и абсолютный коллапс. افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است و در تاجیکستان که با آن مرز طولانی دارد در 10 ماه گذشته بیشتر از 6 تن هروئین و تریاک و افیون مصادره شده است. در تاجیکستان طرح اصلاح شده آدابنامه دادرس‌ها را قبول کردند که آن را قدمی برای رعایت انصاف و عدالت در محاکمه‌های دادگاهی می‌دانند. آدابنامه در یک نشست در شهر دوشنبه با حضور صدها دادرس تاجیک بررسی شد. ضرورت به من آورده که مناسبت رفتار کردار سودیا که انا با کودش آداب سودای جمهوری تاجیکستان از سال 9 اکتبر سال 2000 با تنظیم کلاً تغییر داده شد. طلبات نسبت به سودیا زیادتر شد. در تاجیکستان شکایت زیاد است که دادگاه‌ها مستقل نیستند و در محاکمه‌ها بی‌عدالتی کرده متهمان را ناحق جزا می‌دهند. سازمان ملل متحد هم در گذشته گفته است که نظام دادگاهی تاجیکستان که باید مستقل باشد پایبند حکومت است و بعضاً محاکمه‌ها را ناعادلانه به نفع افراد شناخته حل می‌کند. در شهر خوجند مرکزی ولایت سوخت بار نخست مغازه اشیاء عتیقه باز شد که مؤسسه‌اش آموزگار سابق مکتب است. رهبرای جوره و میگوید برای آن فروشگاه مذکور را باز کرد که در خوجند مردم زیادی از گذشتگانشان اشیاء عتیقه میراث گرفتند و هوس نگه داشتن آن را ندارند و میخواهند بفروشند. این شخصا هم هستند که خودشون بوده، خودشون به موزه با این ساخته احتیاط کرده با گری خلق تاجیک نگاه داشتند. ظاهراً طلبکاران اشیاء عتیقه در سوخت کم نیست و آمدن میزاجان به نخستین فروشگاه اشیاء نادر و عتیقه در خوجند را علامتی همین گفته می‌دانند. وزارت معارف تاجیکستان امر داده است به درس‌های موسیقی که یک فن حتمی تعلیم در مکتب‌های تحصیلات همگانی است اهمیت جدی بدهند. در یک نشست در دوشنبه همین مسئله را بررسی کردند و گفتند به دلیل کم بودن آموزگاران موسیقی حالا توجه به این فن را در مکتب‌ها کمتر کردند. در بسیار موردها این فن نه از جانب متخصصان درس داده میشه. علاوه بر این مضمون و مندرجه برنامه‌های تعلیمی هم به طلبات امروزه جواب نیست. و گفته متخصصان به فن موسیقی در مکتب‌ها نباید بی‌اعتنایی کرد زیرا موسیقی در رشد و تکامل ذهنی و فرهنگی شاگردان نقش بسیار مهم دارد. بازار هولبوک یکی از بازارهای بزرگترین ناحیه واسع بعد از 2 سال دیگر بار درش را برای مردم باز کرد. بعد مراجعت صدها نفر از تاجران بازار، حکومت واسع اجازه داده است که دکان‌های بازار هولبوک دیگر بار به اختیار تاجرانش داده شود. فعالیت این بازار را اولی سال 2012 حکومت ناحیه واسع به دلیل جوابگو نبودن به طلبات بهداشتی و یا سانیتری بست. هولبوک از بازارهای اصلی این ناحیه و محلی خرید و فروش هزاران نفر از ساکنان ناحیه واسع و روستاهای گرد و اطراف آن است. اخباری از این هم بیشتر با عکس و ویدیو و گزارش‌ها در تارنمای رادیوی آزادی در شبکه‌های اجتماعی با مثل فیسبوک، توییتر، یوتیوب و گوگل پلاس و هم در زمینه مخصوص رادیوی آزادی برای تلفن‌های هوشمند.